نمونه دیگرش مسابقه مجدنی احمدی نژاد و مصلحی بود. 3 هفته پیش وقتی یک رسانه خارجی از احتمال برکناری مصلحی خبر داد، تلویزیون نظام به دست و پا افتاد و اومد توی یک برنامه از این شایعه غبارروبی کنه. شایعه تغییر خودتون رو توسط العربیه پخش شد شنیدی؟ شنیدم بله. منابع موثق در دولت ایران اعلام کردند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از مقام خود برکنار کرد. به گفته این منابع اختلافات شدیدی بین احمدی نژاد و مصلحی درباره شیوه اداره امور امنیتی وجود دارد. آقای مصلحی، واکنش شما هنگام شنیدن این شایعه چی بود؟ هیچ حرف باطلی که میزنه چه عکس العملی داری؟ لبخند. بله، ولی کمتر از 3 هفته بعد این لبخند جای خودش رو به زهرخند داد. یک شنبه شب خبری مبنی بر موافقت رئیس جمهور با استعفای وزیر اطلاعات و انتصاب وی به سمت مشاور اطلاعاتی رئیس جمهور در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد. کار به جایی رسید که خامنه‌ای مجبور شد خودش رو وسط بندازه تا عباش از این که هست پاره‌تر نشه. ساعتی بعد رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن مخالفت با این اقدام ضرورت ادامه کار آقای مصلحی رو به عنوان وزیر اطلاعات مورد تاکید